حتما نیاز نیست تو تصویرتون باشه، میتونه توی کلامتون باشه که این بسیار بسیار توی رشد شما تاثیرگذاره. بچه‌ها افکت‌های رنگی مختلفی هست که میتونین استفاده کنین برای اینکه به تصاویرتون، به عکساتون افکت‌های جذاب بدین. از برنامه لایت روم استفاده کنین. افکت‌ها رو خیلی ساده میتونین به تصاویرتون افکت بدین، افکت‌های جذابی بهش بدین که فوق‌العاده نتیجه عالی بهتون بده. برنامه‌های دیگه‌ای هم هست، اسنپ سید میتونین استفاده کنین، برنامه‌های پیکسارت هم میتونین استفاده کنین. همه اینها میتونین باهاش به تصاویرتون کاور بدین. پس چیزی که بلاگرها براشون خیلی خیلی رشد میاره و پیجشون میاره بالا، رو رنگ بندی ها دقت کنین، سلیقه به خرج بدین، چیدمان ها رو سلیقه به، مثلا اون کسی که کارش آشپزیه در واقع اون بک‌گراند کار، اون میزی که داره روش آشپزی میکنه در واقع تصاویر نشون میده، سعی کنین بک‌گراند رنگ تیره باشه، ساده. مثلا یه سری میان طرح چوب قهوه‌ای روشن رو میگیرن به عنوان بک‌گراند، اون خوب نیست. ساده مثلا مشکی باشه، ساده مثلا خاکستری تیره باشه، اینا خیلی جذابه. سعی کنین توی غذاهاتون از رنگ زرد و قرمز خیلی استفاده کنین، اشتها آوره. به رنگ بندی ها بچه‌ها خیلی دقت کنین. توی میکاپ سعی کنین رنگ صورتی و در واقع قرمز رو زیاد نشون بدین، اون حس میکاپ رو در آدم‌ها ایجاد میکنه. همه اینها فوق‌العاده است. یه نکته‌ای که بلاگرها باید دقت کنن، مخصوصا بلاگرای آشپزی، آقا استفاده کردن از صداهاست. روی ویدیوهایی که میسازین موزیک نذارین تو رو خدا. اون صدای خورد کردن مثلا گوجه و خیار و هویج و سیر و پیاز و اینا، اون صدای جذابه. صدای سرخ شدن یک مثلا محصول مثل سیب زمینی و نمیدونم بادمجون و شامی و مرغ و فلان و اینا توی روغن و تو ماهیتابه، اون صدای جذابه. وقتی یک پیتزا درست کردی داری برش میزنی، اون صدای برشش جذابه. از صداها استفاده کنین. مثل ویدیوی نواب ابراهیمی، یکی از این ویدیوها رو ببینین. دیدین این ویدیو رو؟ یه موزیک خیلی ریز تو بک‌گراند گذاشت که باید دقت کنی بشنوی و صداها رو در واقع میاره نشون میده. صداها میاد و اون حس خوبه به آدم انتقال پیدا میکنه. صداها میتونه مردم رو معطل کنه. بچه‌هایی که بلاگرای حوزه دیگه هستین سعی کنین با صداها بازی کنین. توی استوری هاتون هم میتونین این کارو کنین. حالا بهتون میگم چجوری این کار رو انجام بدین. بچه‌هایی که توی کار آشپزی هستین، بلاگر آشپزی هستین، سعی کنین که تو شروع کار غذای آماده شده رو نشون بدین. خیلی خوبه. و مثلا اگر پنیر پیتزا داره، همون اول این غذا رو بگیرین از هم جدا کنین، شروع کار، شروع ویدیوتون. بچه‌ها میخوام این مثلا هات داگ ساندویچ نمیدونم فلان قاطی کردم، این ساندویچ خوشمزه رو بهتون یاد بدم. بعد همینجوری که داریم میکشین، پنیراش از هم داره در واقع جدا میشه، اونجا رو نشون بدیم به عنوان 3-4 ثانیه 5 ثانیه اول ویدیوتون. اینا بسیار بسیار مهمه. روی نورها خیلی دقت کنیم بچه‌ها، روی رنگ بندی ها خیلی دقت کنیم. بچه‌هایی که تو کار بلاگری تخصصی مثل میکاپ و نمیدونم بلاگری تناسب اندام، بلاگری چیدمان، بلاگری دکوراسیون، بلاگری آشپزی، شماها هر 5-6 پستی که میذارین، هر 7 پست نهایتاً یه دونه عکس شخصی خودتون رو پست کنین. هر 5-6-7 تا پست یه دونه عکس شخصیتون رو پست کنین. تو شروع کار اگر هستین، هر چند تا پست بیاین یه دونه عکس از مثلا میکاپ یا غذا یا یه چیدمانی که میخواین به صورت ویدیویی نشون بدین، اول یه عکسش رو پست کنین. مثلا عکس آماده شده غذا رو پست کن، بگو بچه‌ها میخوام فردا شب ویدیو آموزشی اینو بذارم که آماده باشم مخاطبات. پس هر 6-7 تا پست یه دونه عکس شخصی خودتون رو به صورت اسلایدی میذارین. تو اون عکس شخصی که میذارین لباسا رو خیلی دقت کنین، اکسسوریا و دستبند و حلقه و گوشوار و اینا رو خیلی دقت کنین، چیدمان رو خیلی دقت کنین. خب 2 ساعت وقت بذار برای عکسی که میخوای بگیری. همینجوری الکی نرو جلوی دوربین شوهرتو بگیری بیا یه عکس سری بگیریم. نه، قشنگ سلیقه، سعی کن لوازم جذابی که تو خونت داری برای دیگران مهمه رو توی تصاویر خیلی خیلی نشون بدی. این بسیار تاثیرگذاره. بچه‌هایی هم که بلاگری روزمرگی انجام میدین،
الان خیلی سخته تو شروع کار روزمرگی بیای بالا. حتما یک حوزه مثل آشپزی و اینا رو برای خودت انتخاب کن. اگر تو پستا نمیخوای بیاری، حداقل تو استوریا رو اون مانو بده، مثل سارا استایل بوک که توی پستاش روزمرگیاشه و پستایی که میذاره مثل بلاگرهای لایف استایل، توی استوریا راجع به حوزه مد و استایل و پوشاک و اینا داره تولید محتوا میکنه که بسیار بسیار پرطرفدار، رشدش هم عالی بوده. الان 400 خورده هزار تا فالوور داره و یک درآمد بسیار بسیار عالی داره. میدونم که خانم سارا استایل بوک توی دوره ما هم هستن و دارن میبینن. به جرئت میتونم بگم جزو 3 بلاگر برتری هستن که توی ایران من خیلی قبولشون دارم و توی زمینه تولید محتوا عالیان، واقعا عالیان، خیلی خیلی خوبن. من هر کسی ازم پرسید بلاگر خوب با معرفی کنم، اولین نفری که معرفی کردم خانم سارا استایل بوک. پیجش رو هم این زیر بچه‌ها میذارم، مینویسم، بریم پیجش هم ببینین، فوق العاده است. اوکیه تا اینجا. البته ببینید بحث بلاگری و تولید محتوا کردن خیلی وسیع‌تره. ببینید من سعی کردم اینجا بهتون کد بدم فقط به سری نکات، چون دوره اکسپلوره نمیتونم کامل تولید محتوا رو باز کنم. تولید محتوا خیلی گسترده است. من فقط چند تا نکته رو بهتون گفتم که همین نکات رو رعایت کنین، مخاطبا رو پستتون زمان میذارن، تعاملتون میره بالا، لایک و شیر و سیو و اینا میره بالا و کلی نتیجه باحال میتونیم بگیریم. بریم ویدیوی بعدی سراغ بچه‌هایی که کارهای هنری دارن، ماها چی کار کنیم. بریم سراغ بعد.